به نام خداوند بخشنده مهربان. آنچه که در فضای مجازی نشر میکنید تا قیامت باقی خواهد ماند. پس متوجه باشید که صدقه جاریه است یا گناه جاریه. لطفاً احتیاط باشید. خاطررسان به روزه مابین ماه شعبان. اول، روز جمعه 13 شعبان است، یعنی 26 مارد. روز شنبه باشد 14 شعبان است، یعنی 27 مارد. روز یک شنبه باشد 15 شعبان است، یعنی 28 مارد. اگر روزه گرفتن نتوانی دیگران را خبردار کن. به سبب خبردار کردنت اجر و ثواب روزه گرفتهشان به تو هم میرسد انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.